سلام بچه، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. خیلی ویدیو هم که از تامنیل بچه ها فهمیدید قراره یه مود تکسچر رو بهتون معرفی کنم که فقط یه ریسورسه و به هیچ نداره و با ادان کردن اون اکتیو کردنش تختتون رو خیلی قشنگتر میکنه. شاید برای خیلی ها برای ماینکرافت ساده شده باشه، مثل منی که مثلا چند ساله داریم بازی میکنم. مثلا من الان نزدیک 4-5 ساله که دارم ماینکرافت بازی میکنم، از نسخه‌های 1.17 دارم بازی میکنم و تخت دارم تکراری و ساده شده، به درد شما این میخوره و حتی ماینکرافت پلیرهای جدید هم همینطور، یه چیز فانتزی و جذاب براشون. و من اومدم و این مورد براتون آوردم که دانلودش کنید. توی چنل روبیکا هم هستش. فعلا چنل روبیکا دارم بچه‌ها و چنل تلگرام ندارم. خب دیگه وقتتون نمیگیرم، بیام بچه‌ها برو بریم سراغ مود. خب بچه‌ها بریم سراغ این مود مشتی و خفن که اول از همه بیایم نکنیم. همونطور که توی تامنیل دیدین تخت زرد من همین علامت بیارم، مثلا چند مدل دیگه تخت بیارم، مثلا رنگایی که من میدونم خیلی خوبه. همونطور که توی تامنیل بچه دیدید شما دیدید که ما چیکار کردیم. تخت زرد با این مود تبدیل شد به تخت زنبوری و رنگارنگ و یه پایه ها بهش اضافه شده. بیایم با هم بررسی کنیم. اولین تخت خرگوش نکنید، تخت معمولی که عکسش الان میاد اینجا براتون خیلی فرق داره بچه. نکنین یه دونه پایه داره، الان یه پشتی داره و بالشتش هم اومده جلوتر و پتوش هم فرق کرده. مثلا توسی که یکی از تخت ساده است، مثلا عکس سگ روشه، و حتی سفید تختی که هممون تخت سوروایویم اول کار به دست میاریم عکس گوسفند روشه و همین خیلی میتونه بازیتون رو جذاب‌تر کنه و تاثیر داره روی بازیتون. What? Bro, what are you talking about, man? و یعنی تاثیر این چیز بلش کن. تاثیر منظورم این که قرار باشه پرو پلی تر باشین، نه، همه نوبین و یا پرو، این دیگه فرق نمیکنه. ربطی به بازیتون نداره بچه‌ها. حالا خیلی دارم چرت و پرت میگم، ولش کن. ناموسن؟ و این از تخت آبیشه که علیه بچه، علی تا رو ندیده بودم. بعدش صورتی اکسلراتوره و یکی هم زرد که توی ویدیو دیدیم. بچه ها نکنید، خیلی قشنگ میکنه تختتونو. و البته شاید بگیم که این خیلی مسخره است و من گفتم برای ویدیو بچه ها، برای اینکه بخوای بازیتون فرق بدین بهش، یه تغییری بهش بدین، نه تو کامنت بگین چه مودیه. و بچه اگه از این ویدیو حمایت بشه مودای ادان زیادی میذارم و یه ادان خیلی خفن هستش که توش داخلش همه چی. حالا دیگه توی ویدیو میبینید اگه حمایت کنین و براتون میذارم دیگه. همین بچه خواستم فقط بهتون معرفی کنم این ادانو، و این ادانو میتونید توی چنل روبیکا من که توی دیسکریپشن براتون گذاشتم چیکارش کنین، واردش بشید و دانلودش کنین. و اگه روبیکا ندارین میتونید از چنل تلگرام منم دانلودش کنین. آره دمتون گرم، تا یه ویدیو دیگه. فعلا خدا.